به جای دنا و شاهین و آشغاله ایرانی بیا این ماشینو بخر. اسم این ماشینو بعد از گفتن کلی امکانات توی این ماشین میخوام بهتون بگم. بیا اینجا. فرمون برقی داشته باش. اهرمش اینجاست، چقدر خفنه. ماشین پرده برقی داره، مموری صندلی داشته تو سال خودش و آینه تاشو برقی که هنوز رو خیلی از ماشینا نیستش. ساعت آنالوگش رو نگاه چقدر قشنگه. یه آینه الکتروفوتوکرومیک داره اینجا جای عینکی و از اونجایی که یه آدم متشخص تو این میشینه جا خودکاریش هم براش گذاشتن. حالا اگه آفتاب اذیتتون میکنه تو جاده تو پیچید، یه دونه آفتابگیر اینجا دارید، یه بچه آفتابگیر هم اینجا که هی اینو تکونش ندید. خیلیاتون فکر میکنید این وسط موسشه، ولی نه، این کاپ هولدره که اینجا هم یه زیر سیگاری جداگونه براتون گذاشتم. حالا دکمه قفل مرکزیشو بگیر، چقدر خوبه. تنظیم نور چراغامون رو اینجا داریم و یه گیربکس اتومات 5 سرعته. کنترل ما اینجاست. قدیما همتون یادته ضبط پایونر می‌خرید یه کنترل انقدری هم میدادن دستتون. این ماشینو داری اصلا نباید پشت فرمون بشینی، باید بیای قسمت عقب، پرده رو بکشی، چراغ مطالعات رو روشن میکنی برای مطالعه. حالا قبل از اینم که ماشین پیاده شی، یه آینه خیلی شیک اینجا داره، یه میزه بار خیلی حرفه‌ای اینجا داره که تو خودروهای 2017 کارآمد نیست، ولی نگاه کن چه تسلطی داره روی میزه بار، خیلی هم شیک جمع میشه. این قسمتی که وا میکنید کلی آپشن رو اینجا داریم برای جلو عقب کردن صندلی خودتون و حتی اونور. نگاه کنید چقدر حرفه‌ایه. چرم طبیعی. صندلی جلو رو هم از این قسمت میتونید جلو عقبش بکنید، هم حتی از اینجا. اینجا هم برای شما دکمه گذاشتن. جدا از اینا سیستم صوتی رو شما میتونید از اینجا کنترل بکنید. این ماشین چیه؟ بریم بهتون بگم. موتور 6 سیلندر خطی M104 مرسدس بنز رو این خودرو نصب شده به همراه یه گیربکس 5 سرعته اتوماتیک. این ماشین چیه؟ فیک اون مرسدس بنزمونه، مرسدس بنز اتاق 220. این ماشین هم خودرو سانگیانگ چیرمنه که اکثر مالکینش آرم بنز میزنن روش، چون تحت لیسانس کمپانی مرسدس بنز ساخته شده.